پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 اوگوست به دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا در رابطه به قربانیان تیرپرانی‌های 2 روز اخیر برقیه تسلیت ارسال کرد. در نتیجه 2 حمله مسلحانه اخیر هفته گذشته در ایالت‌های تگزاس و اوهایو 29 کس کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در شهر الپاسوی ایالت تگزاس روز شنبه جوانی مسلح به فروشگاه والمارت حمله کرد که 20 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. گرین آلن سردار اداره پلیس شهر گفت مقامات بیانیه‌های را در اینترنت یافتند که ظاهراً به این جوان تعلق دارند و بر ضد مهاجران نگرانیده شده است. در حادثه دیگر حمله‌ور مسلح در منطقه دیتون ایالت اوهایو 9 کس را به قتل رسانده 27 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس حمله‌گر را پرانده است. حمله‌گر کانار بیتسی 24 ساله به تنهایی عمل کرده. انگیزه‌های دست زدن او به این کار هنوز معلوم نیست. دونالد ترامپ عملهای خشونتبار چند روز اخیر را محکوم کرده گفت در جامعه امریکا جای برای عداوت قومی و نژادی نیست. اما مخالفان ترامپ از حزب دموکرات میگویند محض سیاست‌های ترامپ بیگانه ستیزی را در امریکا ترویج داد که باعث چنین فاجعه ها می شود.